خوب از آن دل امروز ما تمام اهل هنر کوشش به خرج دادیم که تا با شما باشیم، یک لحظه نوروزی را آمد بهار با شما تبریک گوییم، با شما پیشواز گیریم. نوروز خجسته به همه ما و شما مبارک باشد، درهایش برای ما و شما باز باشد، دسترخوان پر از ناز نعمت نصیب ما و شما گردد. هر کی بیمار رنجور پروردگار شفای کامل دهد و بار دیگر یک خرسه برای تاجیکستان آفتاب رویه میزنیم. ما امروز فخر میکنیم که در خدمت شما هستیم. انا اون نفرایی که در اینجا هم کار میکنن و هم تحصیل میکنن و هم تبابت میگیرن، ما با شما هستیم و ناگفته نماند که با توسط پیشنهادهای رهبریت کشور همه اهل هنر، همه قشرهای جامعه با شما هستند. از این خاطر مادرای ارجمند بانو با شما صحتمندی و سلامتی تمنا میکنیم که باور کنید این بسیار همین میگن کچین روز بسیار عروبای وزبینه، بسیار یک مسئولی بسیار همین سخت شما بدوش دارید. از این خاطر مادرها، خانم‌ها، گل دخترها شما تنها نیستین، ما با شما هستیم. زنده باد بانوهای تاجیکستان. چند روز بعد عید مادرها بود، همه روزهای خوب و چی میگم فراموش داشتنی برای شما باشد و حلال شما باشد. یک قرصه دیگه برای مادرای زیبا ما، برای اپا ما میزنیم. ما تشریف من دیروز گفتم که همین فصل بهار که بانوها همین فصل بهار من گفتم که تشریف گفتم که همین رنگ همین فای زنا بود است. بهار هم رنگ زنه، ناز دارد، اشوه دارد، آفتاب دارد، گرمی دارد، خنکی دارد، باران دارد، جاله دارد. اینا شما زنکا هم خیلین که مهر و محبت هم باشه، خانه ما گرمه، یکی پشتین چپانه پشتین تمام مکه. در تابستان اگر که شما ترمه میارین، جاله میارین، خونکی میارین، برای همه بهار هم خاراکتر زنانه داشته. شما رنگ بهارین، گرم خنک نیو، ملایم خنک، ملایم خنک، یک دمی خیل، یک دمی خیل. عالمات تمام دنیا را کشف کردن، 7 طبقه زمین و آسمان را کشف کردن، فهمیدن که چند میلیارد سیاره، لیکن همه زن تا حال نمیفهمن که هیچ خیلی معجزه چه پیدا شد، ای کدام خاک پیدا شد، هیچ شما را فهمیده نمیشود. برای زنای ارجمند ما با شما قائلیم، شما عالمین، اکادمیکین، فقط به معلومات، نه که قائل کردگی. قرصه که برای زنای بسیار زیبا میزنیم. ما رفتیم حالا گفتی که زنا بسیار قیمت هم زن مادر قیمت یعنی باید احترام کردن در کار. بله حرمت کردن در کار، عزت کردن در کار. بخاطر چی؟ اگر بفرض که در زندگی برکت بیاوید در زندگی، احترام که پدر مادر و از آن جمله عائلت الان احترام که کردی برکت زندگی را میبینی. بخاطر چی؟ بخاطر که زن در تمام روز اول زن بهار میگن. زن بهار زیبی بهار، این قخشم بهار کو بخاطر همین زن بهار میگن. همه اکا زن همیشه احترام کردن در کار. فهمیدید؟ بخاطر چی؟ بخاطر که زن گل سری سبد خانواده زنه. درست؟ بله. چراغ خانه زنه. بله. زیباگی زندگی زنه. بله. معلمه اولین فرزندای زنه. قبول. بله. الان چی بگم با مثلا ستون هر یک خانواده زنه. ستون درست زبانت خونده کسا چه؟ کدام زن ستونی خود تو گرنگ میکن، خیلی زن لامپچکا گوی چراغ آفتاب محتاب مایده زن ستون میشن گرنگ. با امید زن امارت بنیاد نکن، با امید زن امارت بنیاد کن که وای خانه امارت در برف در بارون در سر چپا میشن. کی ستون خاله؟ ارواح موسویده رنجاندی. کی ستون خاله؟ مرد ستونی خانه. ستون خاله؟ یه روز سفید چه خیلی ستون خاله که هر روز در قدا کوچه خواهی کو؟ پچک گوش که این موژیک شدی در لباج خوب میکنی. فهمیدی؟ اگر یک فایز مردکا باشه 99% گش علمی زنا و ستون خاله یک خرسک بزنه. الان یکا ستون خاله زنا با همین خاطر من زن و بسیار احترام میکنم. یکا زنا مثلا دوست داشتن در کار، احترام کردن در کار، مهربانی کردن در کار، پرورش کردن در کار. چیه؟ پرورش زن پرورش. تو گرنگ زن رستنی میزن درخت پرورش میکنی به. گل چیه زن گل میگن گل پرورش میکنی؟ بله. مثلا مثل گل بار پرورش کنی اکا. مثلا اینا مثال میگن در بخ گل نرم میکنی؟ پوبل میکنی؟ نرم میکنی. دورو میپرته بخ گل. بله. آب میمونی در بخ گل. مثلا من بخ کردن در کو. چو کردن در کو؟ گردی زن خشتگی کو. گلچه نرم میکنی. گردی زن که پوبل کردن در کو. نرم. با جنای قپارو میتوشی. بعد یک خیلی سلیت دیگه در گردی پوزش میپرد. تو کسل می ها؟ اینه پرورش کردن در کار که
بعد شلنگ ها دویخ پچش میمونی بعد چی میشه؟ بعد زمین نرم میشه لای میشه لای میشه بعد چی میشه؟ بعد زمین زنه کم میکشه بعد زمین زنه کم میکشه جایی که سبز بالا نه که شخصا برای من زیباگی زن در خانمچین چی نیست مهم نیست در حیات زیباگی زن برای من مهم نیست هر انسانی که اگر زیباگی زن برای اون مهم نباشه انشالله که برای زندگی همین گپی راست گفتی در حیات همین گپت من طرفدار باید که ما زیباگی زن به نظر نگیریم یعنی نمودی ظاهری به بها نتیم قندات ازم زیباگی زن برای من شخصا مهم نیست برادر عزیز درست همین سم میگه اونی بیزیب نباشه تو کسل می یا بالا میبری یا پایان نفرانی نه کککو بخاطر چیم میگن زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما نارسیده باده در جام میمانده ما خود تعریف کسده خب زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام به تخلص به نسب به نام میمانده ما دیدی شعر میسوی شعر دیدی زن اگر آتش نمیشد آتش از 3 بار بگو آتش زن اگر آتش نمیشد حال ما مردکان 3-4 زنی بگرفتیم فهمیدی؟ تو مزید نمیشه زن احترام کردن در کار من هر وقتی که خونه که بیرون میرم طرف عالم یک خنده میکنم که بفاره که در زندگی درنگی دیگر بگیره یک خنده اشکیره نکشته است یا که زن یک کامپلیمنت بککه هر سحر هر سحر هم یک کامپلیمنت دروغش بگو خبر یعنی که گوش کن تو مثلا بیتی مردکو به هر سر کار میرن همون سحر پیش ای برومدن کار رفتن زن به یک خنده کنه خنده نمی خنده دروغ آخی هر وقتی من سر چهارباغ می اومدم طرف عالم در برومدم طرفش خندی این هر روز بسیاری بعد وای خرسندی را میمره ساده نی زنکا بله طرف یا که کامپلیمنت بکنم گفتم که زنک تو بهترین زن در روی دنیایی سخن بی دروغی گپ بی گفتم زنک رنگ تخشو در تمام روی دنیا نیست او بچه اگر نزن موقع شوی نیست گفتم زنک رنگ تخشو در دولت افریقا نیست کجا؟ افریقا او یکان دولت سفید پیست نبود؟ یه عالمه که چون بدونم مردم افریقا چه خیلی گفتم زنک تو در جیگری مایی بچه عالم کرده کرد گوده 16 سال زندگی این قدر سخنان شیرین و والا را بار اول ای زبانش ما میشتم ما هم طرف عالم گفتم ما هم نمیدانستم یک چند روز پیش دخترای چهارباغ گفت که در جگرت کیر مایی به خاطر همین خانما به خاطر زنا به خاطر مادرها ما از تمام گوشه و کنار دنیا ما هنرمندا را دعوت کردیم این سری کفکبی های بردام شما دعوت بکنیم برای صحنه هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانو زیبا زیر قرصک های بردام شما برای صحنه دعوت بکنیم خاصیتبان آرتیقا مرحمت بیاید خاصیت یک قرصک خوشون برای اپنتی خاصیتی زرفشان میزنیم یک قرصک بزنیم زنکا خوشون در یک قرصک مرحبا پای خاصیت بیا هم قرصکو دو مولای خودی که از بخیدو بیا این پای خاصیت اگه بجای خاصیت که آوردیم سرگاه شما همینه امروز پای خاصیت شبکه داره برای من پای خاصیت بسر برای خانما و برای خواهرای عزیز یک ترانه زیبا خاصیتبان آرتیقا در خدمت شماست هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانو زیبا خاصیتبان آرتیقا مرا در پای خاصیت بسرا برای مادرای از دور نزدیک قدم رجع کرده ترانه های زیبا میخونه آواز بسیار مهین است خاصیتبان آرتیقا در خدمت شماست پای خاصیت میخونه راحت بکنید آواز بسیار مهین دارم یک قرصک میزنیم پای خاصیت مرحمت بفرما ما برنده ها کم میزنیم شما زیاد بخونه که مرهم راحت داشته باشه مرحمت در پای خاصیت بگی اپا بگی بگیری نبگیری بگیری که افتاد از سوخته گل بردن بابا رحمان خریدیم دو گوشوار بابا رحمان گوشوار در گوش کردم بابا رحمان مرحمتون شما یا بیهوش کردم بابا رحمان بابا رحمان مرحمتون بیبی ریحون مرحمتون میگم یک گپ دارم تون بیبی ریحون مرحمتون میگم یک گپ دارم تون بیبی ریحون مرحمتون رقمی تلفناتون بیبی ریحون مرحمتون شبانگه ها زنگ زنم بیبی ریحون مرحمتون باقی 4 باغ بیارم تون بیبی ریحون
خب دوستان عزیز، به خاطر شما ما خیلی از بیرون از تاجیکستان، از هندوستان، هنرمند مردمی جمهوری هندوستان بارعمل در تاجیکستان برادر عزیز ما شاروخ خان دعوت کردیم. یک قسم بس خور که شاروخ خان میزنیم. اگه شاروخ خان هم به زبان هندی بگو که اینجا شاروخ خان اینجا شاروخ خان اینجا چارباغ پیش شما بار اول اومد از به زبان هندی. آها دل که هم محبت ہے، هنرمند ہے، بسیار بسیار در تاجیکستان آوازدار ہے. ارکین آدینایو ہے. میں تم سے پیار کرتا ہوں. دل کے ہے، محبت ہے، مردم ہے، تاجک ہے، دوست ہے، مردم چارباغ ہے، نوروز ہے، مرحمت ہے. که شاروخ خان یک ترانه زیبا برای مردم چی؟ چارباغ بگی اکا شاروخ خان بخوان. مرحبا. این سرکا قناز دوست نمیداره ہے، بسیار ناز کنه، هر طرف کلوخ ہے، بد پیشانیت بلاک ہے، بد کپت دود ہے. پہلی بار ملتا ہے یہی، سینے میں پھر آگ لگاتا ہے، پھیرے پھیرے پیار سکھاتا ہے یہی، ستا ہے یہی رلاتا ہے، دل کو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے. یک قصه با افتخار که عبدالجبار میزنیم، یک قصه که نوروزی بالا هم میزنیم. هر روزتون نوروز باد، نوروزتون فیروز باد. یک بار دیگه شما رو خوش آمده میگیم به این محفل زیبا. انا هنرمندا پیهم آماده ایستادن زیر کفکبی های برنامه شما باز برای سنه دعوت میکنیم. هنرمند خوش آواز، هنرمندی که بسیار صدای زیبا داره. یک قرصک را براش دریغ نمیداریم، همه کسا قرصک بالا قرصک میزنیم. ارکین آدینایف را دعوت میکنیم. مرحبا. حافظ خوش ادب بگو، تازه به تازه نو بنو، چنگ بزن ترانه گو، تازه به تازه نو بنو. ارکین آدینایف زیر سروده های ارکین آدینایف همه شما را با این صحنه زیبا بر رقص دعوت میکنیم. یک بارگر نوروز به همه شما مبارک. مرحبا.